با سلام به بنیانگذار کرونا و کرونوجات نظام یعنی امام و با درود به جسم واکسن خورده مقام عظما. همونطور که میدونید ما به اون نقطه ای از پیشرفت و فناوری رسیدیم که تقریبا هر روز یه واکسن جدید بیرون میدیم. یه شغل ساده با الزامات کم و البته درآمد زیاد. دستپخت بیت ولایت. ما از روغن بنفشه شروع کردیم، حالا رسیدیم به کوبو برکت و کوبو پارس و شوکومارس و کوکو سبزی و رس الهازا. بله، اخیراً هم که سردار سلامی از واکسن نورا رونمایی کردن که دیگه نور علا نور شد و البته قوز بالا قوز. بنده امروز خدمتتون رسیدم تا طرز تهیه واکسن نورا رو اینجا آموزش بدم تا یک مشت محکمی باشه به دهان استکبار جهانی. برای تهیه واکسن نورا قبل از هر چیز شما باید یه تماس با بیت ولایت بگیرید، بعد به صورت قاچاق یه دونه واکسن فایزر دبش به خودتون بزنید تا مثل مقام عظما توپ آماده شعاف ولایی بشیم. واکسن فایزر رو که زدیم با شعار عظما فقط سید علی واکسن بساز بی معطلی، میایم پشت میز کار قرار میگیریم. خلاصه مواد لازم اول همه یه دونه قابلمه است که البته این قابلمه همون قابلمه‌ایه که سردار سلامی قبلا درش رو به عنوان کرونا یاب مستعان استفاده کرده. بله، قابلمه رو میذاریم رو اجاق، بعد همینجور آب و زرت میبندیم بهش، فر آب بره همینجوری. آب که یه مقداری خلاصه گرم شد، اون ویروس هایی رو که توی خشاب کرونا یاب مستعان گذاشته بودیم اینا رو از برادران گمنام و انتظامی میگیریم، همینجوری اینا رو میپاشیم توی این ماجرا، توی همین آب میپاشیم قشنگ خرد اینا رو میبریم. این همین ویروس های کرونا یاب مستعان بود. اینا رو که ریختیم خلاصه میذاریم که مقدار خیس بخوره و آماده بشه. بعد نخود و لوبیا همجور زرت اینا رو میندازیم این تو، هر چی دستتون اومد اینم لوبیاش میندازیم این تو، اینا رو اضافه میکنیم. شما با این اضافه کردن همین نخود لوبیا و این چیزا در واقع ویروس ها رو چیکار میکنید؟ غافلگیر میکنید. اونا رو در یک موقعیت استراتژیک آشی قرار میدید. توی این نقطه یه مقدار از اون واکسن های قبلی نظام مثل برکت و نمیدونم اسپوتنیک و این ویروس کوبایی و خلاصه هر چی که عظما آورده توی این مملکت، همه اینا رو با نمک و فلفل و یه مقدار روغن بنفشه و اگه دستتون رسید یه مقدار هم سبزی و این چیزا قاطیش میکنید، میریزید همینجوری توی قابلمه و میذارید بمونه. خلاصه با این کارتون اجازه میدید که این قشنگ رو حرارت عمل بیاد. یه کاری میکنیم که فایزر و پدر جد آسترازنکا هم اصلا نتونن یه همچین واکسنی درست بکنن. این واکسن اساساً و تماماً بر اساس حکم مقام عظمای ولایت، بر اساس اقتصاد مقاومتی درست شده و همه مخلفاتی هم که همینجوری ریختیم توش کار دانشمندای خودمونه. خب حالا واکسن همینجور قشنگ هم میزنید تا درصد ایمنیش به 100% برسه. اما از اونجایی که مقام عظمای ولایت بعد از اون تزریق واکسن نسبت به دردناک بودن اون محل سوزن و سرنگ یه مقدار دلخور شده بودن و خلاصه خاطر مبارکشون مکدر شده بود و میدونید عظما بیشتر دنبال مدل فضایی و دودی و اتمسفریک و این حرفاست، ما تصمیم گرفتیم اصلا بی خیال تزریق واکسن بشیم و به جای اینکه مثل این کشورهای غربی واکسن همینجوری صورت قطره‌ای به امت همیشه در صحنه تزریق کنیم، اصلا خود امت رو برمی‌داریم همینجوری می‌کنیم دیگه واکسن. اینطوری تاثیرش هم خیلی بیشتره. بیا بفرما اینجا واکسن برات بخوام. بابا جون نمیخوام که روغن بنفشه کار کنیم، که میخوام آقا نه